پیامبر صلی الله علیه وسلم روزی پله های منبر را می شمرد برای خطبه. هر پله ای که قدم میگذاشت میگفت آمین. پله دوم آمین، پله سوم آمین. صحابه تعجب کردند امروز کار عجیبی انجام داره میده. صدای دعا نمیشنیدن ولی صدای آمین پیامبر میشنیدن. صحابه کنجکاو شدن. پیامبر احساس کرد که کنجکاو شدن که علت این آمین های پشت سر همو بشنوند و بدانند. بلافاصله خودش گفت اما قدم اول که رو منبر گذاشتم گفتم آمین، جبرائیل آمد در گوشم گفت از رحمت خدا به دور باد و محروم باد کسی که سالم باشه، تندرست باشه، معذور نباشه، بهانه‌ای نداشته باشه، عذری نداشته باشه، مسافر نباشه، در محل اقامتش باشه، رمضان بر او داخل بشود و رمضان خارج بشود، 30 روز پوره بشود و خارج بشود، مورد مغفرت و رحمت خدا واقع نشه. جبرائیل دعا کرده این انسان محروم ترینه و از رحمت خدا به دوره. ای محمد تو بگو آمین، من دعا می کنم تو بگو آمین. پس عزیزان و سروران، این محرومیت عادی نیست. این دعای عادی نیست. اما آمین دوم، از رحمت خدا به دور باد. اگر کسی والدینش، پدر و مادرش در حیات باشن یا یکی از اون دوتا در حیات باشن، خدمت و نیکی به پدر و مادرش نکنه تا اینکه اون دوتا از دنیا با نارضایتی از فرزند و اولاد از دنیا بروند یا یکی از اونها از اون دوتا از دنیا بروند، این فرزندم از رحمت خدا به دور باد بگو آمین. گفتم آمین. پس رمضان یک فرصت هست، پدر و مادر یک فرصت هست. از پدر و مادرمون دلجویی بکنیم. امروز روزهای سختیه برای پدرها و مادرها. خیلی از پدرها و مادرها والدین دعا میکنن که به سن پیری و افتادگی نرسن که فرزندانشون شرمنده بشن. خیلی از فرزندان وقتی که پدر و مادرشون به سن 70 رسید سالمندان تحویل میدن. ماه 70 تومن 80 تومن به سالمندان میدن بهزیستی که پدر و مادرش تحویل بگیرن که خانمش راحت باشه تو خانه، چون خانمش گفته یا من یا مادرت. و یکی از بزرگان خودمون اینجا نشسته میگه یکی از شبها در همین محله، میگه یکی از شبها ساعتهای 10-11 شب بود، بعد از نماز عشا دیدم که در خانه زدم محکم، دیدم که یک پدری داره گریه میکنه، پریشانه. گفتم فلانی این وقت شب در خانه تو کوچه چه کار میکنید؟ گفت پسرم گفته اگر ساعت 12 آمدم خانه تو خانه بودید امشب کتک مفصلی از دست من دارید و من از ترس پسرم که کتککاریم بکنه امشب از خانه بیرون زدم، راهی به جایی نبردم. دعای پدر و مادر و نفرین پدر و مادر مثل دعای چه پیامبر در حق امت هست. دعای خیر پدر و مادر برای فرزند ردخور ندارد. حتی اگه پدر و مادر کافر باشن فقط در عبادت و بندگی خدا اجازه دادید که از اونها نافرمانی بکنید، اما در غیر اون صورت باید خدمت و احسان بهشون بکنید. اما دعای سوم، از رحمت خدا محروم باد که نام تو ای پیامبر نزد او برده بشه صلی الله علیه و سلم و این دوتا لباش حرکت نکنه بر تو درود و سلام بفرسته. بگو آمین. گفتم آمین. حتی مسیحی ها وقتی نام مسیح برده میشه دیدید با دستشون رو سینه‌شون صلیب و حرکت میدن اینطوری، اما نام رسول الله صلی الله علیه وسلم برده میشه لبهای ما حرکت نمیکنه. پیامبر صلی الله علیه وسلم میفرمایند البخیل من ذکرت عنده ولم یصلی علیه. بخیل کسی است که نام من نزد او برده بشه صلی الله علیه وسلم و بر من درود نفرسته.